گفتگوی قرآن با تلفن. روزی صاحب این هر دو تلفنش را در خانه فراموش میکند. این اولین مرتبه است که مرا فراموش میکند و من خیلی اندوهگینم. مرا همیشه فراموش میکند. من همیشه با او سخن میگویم و او هم با من سخن میگوید. من همیشه با او سخن میگویم ولی او مرا نمیشنود. مرا خصوصیت های زیادی است که با ما رساله یا نامه می نویسند و این چونی قبول هم می کنند. من دارای رساله ها، بشارت و مژده ها و وعده های زیبا و دلنشینم. اگر با من همراه باشد با این همه مرا ترک میکند. از من موجهای ضرررسان خارج می گردد که به عقل و جسم انسان زیان دارد. اما ببین که بر ضمن این همه ضرر داشتنم از من دور نمی شود. او همیشه با من است. من طبیب روح و روان و جسمم. بر ضمن این از من دوری می جوید. با اجازت شما قرآن، آیا من نگفتم که او هرگز از من دور و بی نیاز نیست؟ هم اکنون صاحب من حاضر شد تا مرا با خود ببرد. بله تماشابین گرامی، این است احوال حقیقی و امروز ما و شما. از این کم توجهی من به کلام الله از او طلب پناه می طلبم. واقعا خیلی علم آور است. اگر تلفن من رو 1-2-3 ساعت به جای گذاریم پس ما نش می شویم. ولی اگر قرآن را هفته ها و ماه ها نکشاییم و نخوانیم پس ما مشتاقش نمی شویم. خدایا ما را با قرآن زنده نگه دار و با قرآن انسمان بده. با قرآن حیاتمان را روشن و نورانی گردان و با قرآن قبل از مرگ زبانمان را گویا بگردان. از دنیا با قرآن به گورمان ببر. پروردگارا قرآن را برای ما حجت بگردان، نه بر ضد ما، و روز قیامت شفیعمان قرارش بده و درجه های ما را با آخران آیتی که در دنیا تلاوت می نماییم بالا ببر. آمین آمین آمین.